رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا. سعادت. به نام عزت پاک و عرض سلام و ادب و احترام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی خواب کند در حال تنجی مالش، اهلش و عافیت در بدنش و در نزد او خوراکی همان روزیش، گویا نائل شده است از برای او دنیا به پررگیش. یعنی اگر غذا را حاصل بکنی و در مکانی آرام باشی، به تحقیق بهترین سعادت را حاصل کرده ای و این حالت در اکثر آدمان موجود است. پس بنگریم حیات حبیب خدا صلی الله علیه و سلم را چی طور بود. در یک خانه گیلی خواب می‌کردند که شیفتش از چوب خرما بود. از گرسنگی به شکم مبارک سنگ می‌بستند. حتی جوشن خود را به یهودی در عوض جو به گرو ماندند. بعضی حالتها می شد که حتی 3 روز خرمای نمی یافتند بخورند. این بود حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس برادر و خواهر عزیزم، آیا ما امروز در نعمت غرق نیستیم؟ پس چرا باز غمگین می شویم؟ بما قد رسمت هادينا ورسول الله.